چند وقت قبل من سوار هواپیما شدم. یکی از مهماندارا اومد گفتش که آقای علیخانی کاپیتان ما خیلی اصرار دارن که شما تشریف بیارین کاکپیت و با هم سفر رو طی کنید. خیلی تشکر کنید ازشون. من انتهای پرواز ازشون تشکر میکنم. اینو رفتم 5 دقیقه دیگه سر مهماندار آقای خانی کاپیتان ما خیلی اصرار دارن شما تشریف بیارید. دیگه نزدیکای لندینگ هم هست با هم مثلا لندینگو تماشا کنید شب هم هست خیلی خوشگله. بهشون اطلاع بدین من میبینمشون. رفت 3 دقیقه بعد دیگه مثلا مسئول امنیت پرواز ای بابا گفت احسان جان بیا برو تو کاکپیت. رفت یه صندلی کوچیکم بین این دو تا بود. یعنی دقیقاً فکر کنم من اینجا نشسته بودم اینجا کمک خلبانه با این فاصله اینجا خلبان. همینجوری حال احوال می‌کردیم و اینا داشتم فکر می‌کردم و اینا با هم صحبت می‌کردن دیگه طبیعیه دیگه. یهویی لابلای ماجرای کمک خلبان گفت نمیشه. فارسی. من پریدم خلبانم گفتش که نمیشه. مگه میشم چه چیزی؟ پرواز سنگینه. گفت چرخ باز نمیشه. شما آقای علیخانی رو تصور کنید این موقع. هر از گاهی یه نگاه من مینداختن. رام بود من از ترس حتی برای اینکه تمرکز اینا رو 1% به هم نزنم حرف هم نمیزدم. از یه مرحله به بعد دیگه رام بود کاملا حتی می‌خواستم حرف هم بزنم نمیشد. یعنی نمیتونستی تکلم از دست حتی مثلا از کاپیتان خواهش کنم که یواشتر مثلا بمیریم هم نمیتونستم بگم بهش هیچ. بعد نمیدونم چرا خجالت میکشیدم. فکر کردم من باعث این سقوطم. اصلا به تو ربطی نداره. یه لحظه کاپیتان برگشت یه نگاهی من کرد. گفت گریه در اومد. گفتم که گفتم خیلی فراتر از گریه است. گفت همینو می‌خواستم. من به خانومم یه بار برنامه‌تو می‌دیدیم سر یه موضوع مهمون آورده بودی. گریه کردیم پای برنامه‌ت. گفتم من یه روزی گریه اینو در میارم.